سلام شنونده ها و بیننده هایی که حالا ما را میبینن. با مهمان گرامی ما آقای نوید فروغ امروز در استودیوی رادیو نشاط هستیم. امیدوار هستم که جور و سلامت و سرحال و با نشاط و با رادیو نشاط باشین. ما یک سلام خاص و یک سلام پر از عشق و محبت خدمت بیننده هایی که امی اکنون ما را میبینن تقدیم میکنم. امیدوار هستم که در هر کجای هستین خوش و سرحال باشین و آفتاب زندگی تان همیشه گرم و درخشان باشه. سلام های گرم خدا تقدیم شما میکنم. خدا کنه جور صدمن سرحال باشین. دیگه با نوید جان هستیم و همکاران رادیو نشاط. دیگه خدا کنه جور صدمن سرحال باشین. تشکر. من هم سلام مجدد میکنم به همه عزیزان، همه فارسی زبانان استرالیا و سراسر دنیا با ما همراه